سلام بچه‌ها، چطورید؟ من مکسوا هستم و امروز اومدیم توی سرور تیرکس ماین به ادوارز پلی بریم. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو ببریم. بریم سراغ ویدیو. خب آقا بریم برای بیج زدن. بیج زدن این ذره واسه سخته چون که تو زیاد میفتم و مثلا وقتی که بدم میره گیرین افتاد. مثلا وقتی که بدم میره و اینجوری خیلی بده، آدم استرس میگیره و از این نمیتونه بازی کنه. اینجا رو یه بلاک بذاریم، بیدو میکنیم، پی یا خدا بلاک پلیسمنت. خب این دفعه دیگه بریم بزنیمش. این دفعه فکر کنم دیگه بتونم بزنمش. بیا جلو، فکر کنم فایربال جامپ و هم خودش رو وید که هم منم. بریم دیگه برای تخت آکوا. برای اینجاست، بریم دیگه بیج بزنیم. نیفتم. خب دیگه رسیدیم به بدش. اینجا دیگه کاری نداره، یه بیج ساده و سریع و بله این از بدش. بریم آیتم برداریم. اسپان شد، یا خدا. با نیم قلب یه قلب زنده موندم، شانسی. اوکی، وسایل رو بخریم. سیب بخوریم اول، دونم خیلی کمه. خب بریم از اینجا، بریم امرالد برداریم. امرالد کو ایناست. امرالد رو برداریم، بریم اینجا رو. نه بذار بیج بزنم، بیسکی سیاد جامپ بزنم حالا بهتر. خب بریم که دیگه من فقط بده رد مونده، فقط باید بریم رد رو بزنیم. خب اول یه بیجک و یه جامپ. آره خب دیگه چی بخریم؟ یه فایربال، سیب و غیره. اینا بزنیم چست، فایربال سر جای خودش، اینا هم اینجا، سیب هم اینجا. خب سیب بخوریم. خب بیجک رو بندازیم، بریم سمت بد رد. خب الان بقیش باید بیج بزنم دیگه، کامل نرسیده. کاش 2 بیجک خریده بودم به جای جامپ. خب بیج رو بزنیم، نیفتیم فقط. برو. خب رسیدیم. وای چوبه، وات میزنمش، دمیجش یکه، شانس. از میدل خیلی سریع‌تر میتونیم بریم بدشو بزنیم. فقط آرتی رفتی راحت. الان میریم بدشو ایزی میزنیم اینجا بدون اینکه کمترین دمیج رو بخوریم. میریم سراغ بدش. وید نمی کنم چون فکر کنم بهش برسم دیگه. حالا تو پی میتونم بزنمش، یعنی اون موقع هم که ازش خوردم دمیج 1 بود دیگه. دیدین میتونم راحت بزنمش. ولی خب حالا من وید نمی کنم. اگه بفهم وید میکنم میره میدل و استک میکنه و اینا، میترسه بیاد بدم. حالا همین دیگه نمیشه به چنگش آورد. خب الان دقیقا پشتشیم، فقط منتظر میشه وایسه. خب داره بیج میزنه، فقط در نره. اوکی. نه در نرفت، خدا رو شکر. یه فایربال زد، هیچی نشد. بریم باش تو فایت. یه بلاک اینجا، کومبو تمام. دبلیو تب زیبا مکسوا. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. میدونم کم بود، یه ذره طولانی نبود و همش یک دست بود، اما در آینده قرار چالش‌های خفن‌تر با ویدیوهای طولانی‌تر بذاریم. پس تا ویدیوهای بعدی فعلا. راستی لایک و ساب فراموش نشه.